درود خدای زنده بر شما. در یوحنا فصل 13 آیه 14 به بعد می‌خوانیم: حال اگر من که خداوند و استاد شما هستم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. من به شما سرمشقی دادم تا شما نیز همینطور رفتار کنید، چون مسلماً خدمتکار از اربابش بالاتر نیست و قاصد نیز از فرستنده‌اش مهمتر نمی باشد. در زندگی سعادت در این است که به آنچه می‌دانید عمل کنید. در همین فصل آیه 34 می‌خوانیم: پس حال دستوری تازه به شما می‌دهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست می‌دارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. در فصل 4 آیه 1 می خوانیم: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. و در همین فصل از آیه 6 می خوانیم: عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. و در همین فصل آیه 10 میخوانیم: آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی که میگویم از خودم نیست، بلکه از پدر من خداست که در من ساکن است و اوست که این کارها را می کند. و در آیه 13 از همین فصل می خوانیم: شما می توانید به نام من هر چیزی از خدا درخواست کنید و من آن را به شما خواهم داد. چون من که فرزند خدا هستم، هرچه برای شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد. بلی، به نام من هرچه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم. اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. در همین فصل آیه 21 میخوانیم: کسی مرا دوست دارد که آنچه میگویم اطاعت کند. و در آیه 26 میخوانیم: ولی وقتی پدر تسلی بخش را به جای من فرستاد، منظورم همان روح القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. در ضمن هرچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. و در آیه 27 میخوانیم: من هدیه‌ای نزد شما میگذارم و میروم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید و نترسید. در فصل 15 از یوحنا آیه 9 میخوانیم: همانطور که پدر مرا دوست دارد من نیز شما را دوست دارم، پس در محبت من بمانید. اگر از کلام من اطاعت نمایید در محبت من خواهید ماند، درست همان گونه که من از احکام پدرم اطاعت می نمایم و در محبت او می مانم. آمین. در فصل 16 در آیه 7 میخوانیم: رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم آن روح تسلی بخش نزد شما نخواهد آمد، ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. آمین. ای
گفتی اگر هر که مرا دوست بدارد آنچه که گفتم اطاعت بکند. گفتی که خاطرتان آسوده باشد هدیه‌ای نزد شما گذارم، هدیه‌ای که از این جهان نیست، آرامشم را نزدتان میگذارم. ای خدای عشق و آرامش، ای استادی که پاهای شاگردانت را شستی، ای شاه ما که حکمی تازه به ما تو بدادی، حکم محبت و عشق به یکدیگر، حکم محبت و عشق به یکدیگر. ای خدای عشق، ای خدای عشق و محبت، ای خدای عشق و آرامش، تو با ما باش، تو با ما باش. ای خدای عشق و آرامش، تو با ما باش، تو با ما باش. ای